انجام کارهای بزرگ، انجام دادن کارهایی هست که دوستش داری. خب در این قسمت بچه در خدمتون هستم. ببینید ما وقتی که اومدیم و متافیلد های سفارشیمون رو ساختیم و یک پست تایپ ساختیم در این قسمت به اسم ماشین ها، اینها اطلاعات ما کجا ذخیره میشه؟ خب ما یه سری متن داریم، یه سری فیلد داریم و اینا همه باید یک جایی ذخیره شه دیگه. اینا میره در دیتابیس ما ذخیره میشه، همونطور که در نوشته های این اتفاق میفته و همونطور که در برگه های این اتفاق میفته. و چه در برگه ها، چه در نوشته ها و چه در پست تایپ ها، همه اطلاعات میره در یک بخشی به نام قسمت پست قرار میگیره و همه اینا به صورت مشترک در یک جا ذخیره میشه. ببینید شما وقتی که وارد دیتابیستون میشین، اینجا یک قسمتی دارید به نام پست و اگر اینو کلیک کنین روش وارد این قسمت میشین. ببینید این سلام دنیا مثلا برگه های منه، نوشته های منه. خب یا اگر برگه ایجاد کرده باشم اینجا به من نمایش میده. به اینا کاری نداشته باشین، ولی میخوام بهتون بگم که اینا همه یه جا ذخیره میشه. ببینید این پست تایپ منه، پس همه اومده در قسمت پست ذخیره شده. حالا نکته اینجاست، ما اینا رو وقتی که یک سایت میخواد بیاد بالا، اول سیستم میاد و این قسمت ها رو که در تیبل قرار داره یه بار میخونه و بعد به ما نمایش میده. حالا اگر که ما بیایم و برای پست تایپ هامون بخوایم مقادیر خیلی زیادی ایجاد کنیم، مثلا پست تایپ های زیادی داریم در یک سایت، الان مثلا ما فرض کنیم ماشین ها رو ایجاد کردیم، حالا اسمشو بگیم خودروها، بعد میخوایم پست تایپ موتورها رو بیایم پیاده سازی کنیم و بعد پست تایپ مثلا کامیون ها رو ایجاد کنیم و هر کدوم از اینا ممکنه 1000 تا مورد داخلش قرار بدیم یا خیلی بیشتر از این موارد. خب این وقتی که بخواد این تیبل ها خونده بشه و به ما نمایش داده بشه در ابتدای سایت که میخواید سایتمون بالا بیاد، باعث کاهش سرعت میشه و این بسیار برای ما بده. فقط بچه نکته‌ای که هست دقت کنین، این کار برای یعنی آموزشی که دارم بهتون میدم برای ابعاد کار خیلی بالا هست، ولی شما باید بدونین چون شاید پروژه‌تون یه موقع به این سمت پیش بره. خب حالا ما این موارد رو کجا میتونیم ذخیره کنیم؟ اگر که در قسمت پست تایپ ها بیایم و انواع پست اینجا ویرایش رو بزنیم، ببینید یه قسمتی اینجا هست توی ادوانس ستینگ. ببینید اینجا نوع قابلیت اینجا گفته روی پست ذخیره میشه. خب این همونه که تو دیتابیس ما هست. حالا ما اینو میتونیم به اینجا عوض کنیم و مثلا بگیم برو یه جای دیگه ذخیره کن. خیلی همچین امکانی وجود نداره. ولی راه حلش چیه؟ برای این کار جت انجین خودش اومده یه آیتمی براتون قرار داده که از این قسمت میتونیم بیاین و توی موتور جت و گزینه کاستوم کانتنت تایپ یا انواع محتوای سفارشی رو فعال کنیم. برای این منظور پس ما میاد این کار انجام میدیم. این قسمت رو نگاه کنیم، میاد اینجا اضافه میشه. من ذخیره رو میزنم، اومد اینجا به ما اضافه شد انواع محتوای سفارش. حالا من روی این کلیک میکنم. در واقع بچه ما داریم میریم در دیتابیسمون یه جایی رو ایجاد میکنیم که میخوایم بهش بگیم آقا بیا این پست تایپ های ما که زیاده نرو دیگه در قسمت پست اینا رو اونجا ذخیره کن و بیا در این قسمتی که خود جت انجین تعیین کرده در اونجا ذخیره کن، برای اینکه سرعت سایتمون پایین نیاد. میام از اینجا افزودن جدید رو میزنیم. خب نامش رو میگه چی میخوایم بذارین. حالا
ما مثلا مثل اینجا که مثلا گذاشتیم ماشین ها، بیایم ما چون نمیخوایم این کار رو انجام بدیم، ما اسمشو میذاریم تست. ببینید بچه در حالت عادی مثلا این موردی که ما انجام دادیم مشکلی برای سایتتون ایجاد نمیشه در ابعاد خیلی زیادی، مثلا اینو نگران نباشید. اگر مثلا هاست اشتراکی دارین مثلا دیگه بیشتر از 200 تا نشه این پست تایپتون، اونا کاملا جواب میده. ولی مثلا اگه بیشتر از 200 تاشه دیگه کاملا در سرعت سایتتون تاثیر میذاره و خیلی مشهود خواهد بود. منابع هاستتون اگر خوب باشه، ظرفیت هاستتون بالا باشه، مثلا میتونید حتی تا 100,000 تا هم این مورد رو وارد کنید. پس نگران این موضوع نباشید، ولی ما میخوایم اینو یاد بگیریم و بدونیم که به چه صورته. میایم اینجا براش یه دونه نامک در نظر میگیریم، اینجا که تست میزنیم به این اضافه میشه. بچه ها نام جدول دیتابیسی که برای ما ایجاد میکنه اینه، یعنی ما وقتی که رفتیم تو دیتابیسمون اونجا دنبال پست بودیم، این دفعه میریم و دنبال این گزینه میگردیم، داره برامون اینجا ذخیره میکنه. خب حالا اینجا میگه آقا دارای تک صفحه، یعنی من اینو روشن میکنم، میگه به کدوم میخواد کدوم پست تایپ اطلاعاتش رو ذخیره کنیم. من اینو روشن میکنم، بهش میگم از نوع پست مرتبط شما بیا و برای من پست تایپ ماشین ها، من ماشین هام حجمش زیاده میخوام اینجا قرار بدم. خب میگه بیا یه عنوان براش تعیین کن، ولی ما عنوانی که نداریم بچه ها. عین اون متافیلد ها ما میایم براش یه عنوان تعیین میکنیم. چجوری؟ میایم این قسمت و یه فیلد جدید انتخاب میکنیم و براش مینویسیم مثلا عنوان، بنویسم اینجوری، مینویسم مثلا عنوان تستی، عنوان تستی، یه شناسه بهش میدم عنوان تستی و عین متافیلد ها دیگه. حالا من میگم این فیلد باشه، متن باشه، به 100% باشه، این آیتم ها هم دیگه بلدین، و افزودن نوع محتوا. من میام این ایجاد میکنم. بعد از اینکه این ایجاد شد از اینجا میایم دوباره و ما اینجا فیلد عنوان رو حالا انتخاب میکنیم، میگیم عنوان تستی. این فیلد محتوا چیه؟ ببینید بچه وقتی که یه دونه ماشین ایجاد بکنین، مثلا تو پست تایپتون یه نیرو میخواین ایجاد کنین، هرچی، ما این بالای عنوان داریم، یه مثلا بزن ایجاد ماشین جدید رو بزنم، ببینید ما یه عنوان داریم، در واقع این عنوان اینه و اون قسمت اینجا که الان ازتون داره سوال میپرسه فیلد محتوا اینجاست که اگه بخوایم براش بسازیم یا متنی داشته باشه. حالا ما اینو نداریم، برای همین نساختیم. از اینجا هم میگه که بیا یه آیکون براش انتخاب کن، حالا ما میگیم همین خوبه. جایگاهش هم میگیم که بیا مثلا توی اولین جدا کننده بذار و بقیه موارد. اینا هم که API هاست که اصلا از مبحث ما خارجه، یه دانش دیگه، ما به اینا کاری نداریم اصلا. و اگه خودتون دوست داریم میتونید در این مورد مطالعه بفرمایید. ما در این دوره آموزش جت انجین داریم. خب بیا به روز ثانی میزنم بچه ها، نگاه کنید این قسمت اومد تست برای من ایجاد شد، ببینید واردش بشیم. خب من یه دونه افزودن جدید میزنم، ببینید اینجا تست ایجاد شد، عنوان تستی. من اینجا میزنم مثلا آموزش ها، مثلا اصلا یه ماشین ایجاد کنیم، مثلا میزنم بنز، یه ماشین ایجاد کردم. خب این قسمت برای ماشین ها، افزودن رو میزنم. خب از اینجا میتونیم بزنیم بریم به اون صفحه‌ای که ایجاد شده و ویرایش هامون رو انجام بدیم. اگه بیایم از این قسمت هم در ماشین ها بریم و من کلیک کنم، ببینید بچه برگه بنز ایجاد شد. این مال اون قبلیه، بزنم پاکش کنم، این هیچی، اشتباه نکنید، این بنز اینجا ایجاد شد. حالا اینجا اگه ویرایش رو بزنیم میتونیم بریم ویرایشش کنیم.
و در دیگه بقیه قوانین هم عین داستانهای قبل اجرا میشه دیگه. الان من اگر مثلا بازدید سایت رو بزنم ببینیم مثلا توی اون نمایش محصولات من میاد اینها اومده اینجا مثلا اضافه شده، اینا همه چی اوکیه. خب کار به اینا نداریم. ولی اینجا حالا بچه ها ببینیم ما اینجا اومدیم وقتی اینو ایجاد کردیم واردش یه سری متافیلد ها رو اومدیم برای سفارش سازی کردیم دیگه. تو کجا این متافیلد ها رو زدیم؟ اومدیم در قسمت انواع پست ها رفتیم و متافیلد های خودمون رو اونجا ساختیم. برای این منظور اگر از این روش رفتین دیگه نمیرین این قسمت متافیلد ها رو ایجاد کنین. کجا ایجاد میکنین؟ میان همینجا بریم در قسمت این قسمت انواع محتوای سفارشی. اینجا که بچه ها اینو عنوانش رو که انتخاب کردید، یعنی این یا حالت مثل الان چیز پست تایپ بمونه دیگه. خب واردش میشین مثلا دیتابیسمون برای این قسمتش، ببینید این پایین همون فیلدا رو داره، عین همونه. اینجا میایین متا فیلدا رو ایجاد میکنین مواردو و دیتا رو از اینجا مثلا وارد میکنین، عین همون سیستم قبل. و بعد اینا کجا میاد؟ مثلا عنوان تستی الان در دیتابیس ما اومده ذخیره شده. ببینید من واردش میشم، یه رفرش کنم، این قسمت که ما از مثلا دنبال پست بودیم اومده و بچه اینجا اضافه شده جت این هاشش، این قسمت اضافه شده، واردش میشین. ببینید بنز، پس این اومد جدا در دیتابیس ما در یک تیبل دیگه کاملا به صورت مجزا ذخیره شد. خب بچه امیدوارم براتون مطلب جا افتاده باشه، ولی خب ذهنتون با این درگیر نکنین. ولی میخواستم که بدونین یه موقع در ابعاد بالا بود بیاین و این کار رو بکنین. ما به همون روش قبل ادامه کارمون رو میدیم و جوابگوی مشتریان ما مطمئنا خواهد بود و شاید در یک موارد خاص نیاز باشه که ما این کار رو انجام بدیم. خیلی ازتون ممنونم. در قسمت بعد میبینمتون.